اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز دوشنبه. وزیر امور خارجه کشور در مرکز مطالعات استراتژیک در اسلام آباد در یک سخنرانی در مقابل رسانه‌ها اشتراک نمود. رئیس عمومی اداره امور شیخ الحدیث مولوی نورالحق انور در دیدار با تاجران کشور بیان نموده نسبت به گذشته اکنون حاکمیت و امنیت برای سرمایه گذاری مناسب است، زیرا شما به گونه اطمینانی سرمایه گذاری کرده می توانید. مسئولین ریاست معادن و پترولیم ولایت خوست میگوید کار استخراج معدن سنگ کرومایت در ولسوالی تنه ولایت خوست آغاز شده است. مسئولین محلی ولایت قندوز میگوید سال گذشته دهها پروژه در این ولایت تطبیق شده و دهها پروژه دیگر تحت کار است. مولوی نصرالله ملکزاده رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت پنجشیر میگوید 70% کار برج تاریخی بوتیپر تکمیل شده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ کار این برج تاریخی را آغاز کرده است که هزینه آن 2,500,000 افغانی می شود. وزارت امور داخله میگوید پلیس مبارزه با مواد مخدر طی عملیات‌های مختلف 830 جریب زمین را در 12 ولایت کشور از کشت کوکنار پاکسازی کرده است. محمد نبی بازیکن تیم ملی کرکت در نشستی که به مناسبت روز جهانی طلسمی از سوی وزارت صحت عامه تدویر یافته بود گفت بر اساس وعده داده شده با همکاری وزارت صحت عامه شفاخانه تداوی مرض سرطان در کشور خواهم ساخت. شاروالی کابل میگوید کار زیباسازی چهارراهی وزیر محمد اکبر خان به زودی تکمیل خواهد شد.